السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه شریف رمضان ماه طاعت و عبادت، ماه کارهای نیک، ماه قرآن. و در ماه شریف رمضان هر فرد مسلمان کوشش میکند که کارهای نیک را زیادتر و زیادتر انجام بدهد. عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند: ای رسول الله، اگر شب قدر را دانستم در آن چه دعایی بگویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بگو: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه این دعا را می گفتند: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. بگو: خداوندا، تو بخشنده عفو و بخشش را دوست داری، پس مرا مورد عفو و بخششت قرار بده.